دختر تو دیوونه ای؟ خدا بگم چی کارت کنه؟ آخه این چه کاریه؟ برای من فیلم بازی نکن دجله، بازی نکن. میدونم تو گذاشتیش تو اتاقم، منو کوچیک کردی که اگه فردا پس فردا حرف زدم کسی حرفمو باور نکنه. چرت و پرت نگو. چرا باید یه همچین کاری کنم؟ تو رو بندازم تو آتیش خودمم میسوزم. اما باید بفهمیم کی اونو گذاشته توی اتاق تو. دردش چی بوده؟ من دیگه حرفتو باور نمیکنم. خودم پیداش میکنم، بیگناهیمو ثابت میکنم. دختر منو ببین، خودم 1000 تا گرفتاری دارم. حوصله ناز کشیدن تو رو دیگه ندارم. بیمه تو این امارت منم. حواست باشه. با مادر قریشا حرف میزنم. نمیذارم باهات کاری داشته باشه. اینا رو ول کن. امین علی بهم پیام داده، داره یه غلطایی میکنه. باید بفهمیم چیه. اگه میتونی خودت حلش کن خانم، به منم ربطی نداره. بیناز، تا شب بهت مهلت میدم. بشین گریه زاری کن، بعد بیا ازم عذرخواهی کن. ببینم این علی چی میگه. وگرنه میگم دوست خودشه، بفرستینش بره. حالا که دیدی به کارت نمیام، برای اینکه منو بیرون کنی بهونه پیدا کردی؟ خودتو خیلی جدی گرفتی. اصلا برام مهم نیستی. وای خدا، اینا چرا اینطورین؟ خونه زادشونو تربیت نمیکنن اینا. قربون خدا برم. تقصیر کسی نیست، تقصیر خودمه. همه چیو ول کردم به امان خدا. هر کیم هر جور دلش میخواد گربه میرقصونه. اما دارم واسهتون. من چه گناهی کردم مادر؟ آخه من اصلا رو حرفت حرف میزنم؟ انشالله که نزدی دخترم، انشالله. کار توه مگه نه؟ چون مادر گردن بندو داد به من لجت گرفت. هم منو خراب کردی، هم به بی‌ناز تهمت زدی. ببین به پر و پای من نپیچ، وگرنه به خدا یه کاری میکنم پرتت کنن بیرون. دختر تو هم نمیدونی پاچه کی رو بگیری یا به خاطر اون کلفتت؟ بفرستش بره. ارزش داره جلو جارید وای میستی؟ ها؟ ارزش داره؟ تو این چیزا رو نمیفهمی. من دختر خانم، میدونم کی چی کار است. اگه خطاییم کرده من مجازاتش میکنم. ای بابا تو خانومی، اون کلفته. بین خودتون حلش کنی. دیگه به بقیه چه کار داری؟ بیناز کلفت تو چی؟ آدم با شوهرش گذشته‌شو پاک نمیکنه. جای تو همیشه پایینه. هیچ وقت خودتو با من مقایسه نکن. باید بایم حرف بزنیم. مگه تو حرفاتو نزدی عمر؟ کامل نزدم. لطفاً بیا پایین. دیرم میشه، پرواز دارم، ولم کن. اجازه نمیدم تا حرفامو گوش نکردی از اینجا بری. یه دقیقه وقت داری.
راستش نمیدونم از کجا باید شروع کنم. اول چیزی که بیشتر از همه میخواستم بگم و میگم. لیلا نرو. آخرین باری که بهم گفتی نرو خودت رفتی اونور. همه شو برای تعریف میکنم لیلا. بازم دیر کردی. این دفعه دیگه منتظر نمیمونم. منم نمیخوام اشتباهاتم رو دوباره تکرار کنم. چمدون خانمو بیار ماشین جلوی. روی چشم خان. دستمو ول کن. داری چی کار میکنی؟ این کارت وحشیگریه. بریم فرودگاه. گوش کن خانم، اگه میخواستم بذارم بری فرودگاه که جلوی راتو نمیگرفتم. شاهزاده اول با اسب سفیدش خان شد، بعدشم راه زن. لیلا چیه؟ خیلی دلم برای تنگ شده خانم. بیا جلیل بیا حرف بزنیم. تعریف کن ببینم بچه های من در چه حالن؟ قدیر که رو زمین بند نیست. همش میگم درست میشه. عمرو که اصلا نمیبینم. خانم آقا، قدیر خان یکم پریشونه. میدونین من بزرگش کردم. اگه نگم من میدونم چشه. توقع یه چیزایی رو داشت. اعتراض نمیکنه، اما خودشو ول کرده. چشمت بهش باشه. عمر چی کار میکنه؟ عمر خان داره کارهای خطرناک میکنه. با خلیل درگیر شده؟ هنوزم جلیل؟ با خلیلم درگیر میشن خانم آقا، اما موضوع چیز دیگه است. همش میگه من تو راه قاچاق قربونی نمیدم. گفت برای اینکه روستایی‌های ما نرن دنبال قاچاق به لب مرزی‌ها زمین میدم. زمین بهشون میده؟ الان میگی جلیل این پسر دیوونه شده؟ چه زمینی؟ بهش هشدار دادیم. طاهرم گفتیم حرف اونو میخونه، اما خب خلیلم قاطی کرد. گفت میخوای اینجا رو به هم بریزی؟ گفت میریزم. حسابی مشاجره کردن. فقط خلیل نیست که همه مخالفت میکنن. منم مخالفت میکنم، باباشم تو گور مخالفت میکنه. باشه امروز روز تاریخیه. من به عنوان خانتون بهتون زمین میدم. بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی خوب. حالا وقت انتخاب برنده خوششانسه. تو بیا. اسمت چیه؟ بلال آقا جون. خوبه. برین کنار. خیلی خوب، بیا اینجا ببینم. بلال خوششانس. اینجا زمین توه. خان تو رو خدا غلامی تو میکنم. بیا ببینم قلدر، مگه زمین نمیخواستی؟ خان آقا تو رو خدا ببخشید. بدو دیگه. بدو زود باش. غلامی تو میکنم خان تو رو خدا ببخشید. سر پا نمیشه. قشنگ دراز بکش، راحت باش، کیف کن. غلامی تو میکنم تو رو خدا ببخشید. بگی بخواب. زمین ممین نمیخوام، تو رو خدا به زن و بچه هم رفت کن خان. تو رو خدا خان نریز، تو رو خدا ببخشید خان. نوکرت هم رفت کن به زن و بچه هم رفت کن. غلامی تو میکنم خان ببخشید خان. تو رو خدا به زن و بچه هم رفت کن. بهم رفت کن خان. تو رو خدا بهم رفت کن خان. نریز تو رو خدا ببخشید خان. مگه زمین نمیخواستی؟ نمیخوام خان، نمیخوام، به خدا نمیخوام. این مرتیکه رو درش بیاری. خب بگین ببینم، من میذارم شماها محتاج بمونین؟ شکمتون رو سیر نمی کنم؟ جاتون گرم نیست؟ ازتون محافظت نمی کنم؟ کسی میتونه به خونه و ناموستون چپ نگاه کنه؟ آقا. آره. خیلی خوب، حالا کسی هست زمین بخواد یا نه؟ خوبه، آفرین. حالا برین به همه بگین هر کسی که زمین بخواد خلیل خان توی زمین خاکش میکنه. کجا داری میری؟ میخوام جایی ببرمت که نتونی از دستم فرار کنی. مادر الان نمیتونم حرف بزنم، کار دارم. عمر هر کاری داری ول میکنی یا میای خونه؟ کار دارم مادر، نمیتونم بیام. باشه برای فردا. همین الان پا میشی میای. نمیتونی زمین آبا و اجدادی تو به کسی بدی، اگر نه خودم جلوت وای میستم. سریع بیا. مادر منو تو عمل انجام شده نذار. گفتم بعدن. فعلا خداحافظ. دستتونم میبوسم مادر. بیا. یعنی چی بیا؟ منو برگردون. لیلا گفتم که باید با هم حرف بزنیم. تازه این ساعت دیگه هواپیمایی هم نیست.
بچه بازی در نیار، پیاده شو. ببین کی این حرفو میزنه. خودت خیلی بالغ رفتار میکنی. جلوی راه همو گرفتی و منو دزدیدی. خودت باعث شدی چون راه دیگه ای برام نذاشتی. نمیتونستم بذارم زنی که دوستش دارم از دستم بره. چرا اینو نمیفهمی؟ ولت میکردم برمیگشتی استانبول. واقعا الان تو اینو از من میخوای؟ من فقط میخواستم کنارت باشم. برای همین دیشب اومدم اتاقت. تو به من چی گفتی؟ گفتی هر کی به راه خودش. الانم اومدی دنبالم. چی از جونم میخوای؟ تو رو. فقط تو رو میخوام لیلا. نمیخوام از دستت بدم، اینو میفهمی؟ یادت دیشب به من چی گفتی؟ گفتی دنبال یه دلیلم که ببخشمت. من امشب اون دلیل رو بهت میدم لیلا. از عمری برا تعریف میکنم که متاسفانه نمیشناسیش. دعا میکنم که این عمرم دوست داشته باشی و اگر منو ببخشی دیگه هیچ وقت از هم جدا نمیشیم لیلا، هیچ وقت. بخشیدمت. تو منو بخشیدی؟ من اون چیزی که باید میشنیدم شنیدم. باقیش مهم نیست. اما اول امشب همینقدر کافیه. من اومدم مادر. چطوری، خوبی؟ ایشالا که مشکلی نیست. قدیر، میدونی داداشت داره چی کار میکنه؟ زمینایی که داده به روستایی‌ها؟ آره میدونم. شماها چتون شده؟ پسرای من عقلشون از دست دادن؟ میدونی و هیچی نمیگی؟ چی بگم مادر؟ داداش کاریه که فکر میکنه درسته انجام میده. به حرف کسی هم گوش نمیکنه. قدیر، همه چی به هم میریزه. میخوای واسی و تماشا کنی؟ تا پسر ایوب خان نیستی؟ مادر، من پسر ایوب خانم ولی خان داداشه. حرف اونه. باشه؟ خوش اومدی قدیرم. دارم میرم زیلا. ایوا کجا داری میری؟ تازه همین الان اومدی قدیر. همه کارهای فردا رو کردم. نمیگم چطوری، اما هر طوری هست اونجا میبینمت. باشه منتظرم. شب بخیر.
خیره خان کوچیکه؟ کشتیات غرق شده؟ تو اینجا نمی اومدی؟ چی شده؟ داغونی؟ خلیل امشب و بیخیال من شو. تو اعصابت خورده، منم داغونم. چاره ای نداری، باید سر هم خالی کنی. حاضر باش، حتی دشمنا محتاج هم میشه. همدیگه رو میسوزونی. بیا اینجا، بیا اینجا. دیگه دور دشمن من نمیچرخی که تو رم دشمن حساب میکنم. گلبهار برو بلند شی خانم، بلند شی. بشین سر جات، تو دخالت نکن. بشین سر جات. اعصاب منو خورد نکن خلیل. وسط جمعیت نمایش را ننداز. بولدرم نکن. رو اعصاب منم نرو. نه بابا، خان کوچیکه رو ببین، بزرگ شده، واسه من قانون میذاره. اگه قانون سرت میشه پس خفه شو نیفتیم سر زبون مردم. آبجی بیا برسونمت خونه. بیا دست درد نکن. یادته این که اولین بار تو همچین شبی بوسیدمت؟ این که اولین بار تو همچین شبی بهم قول دادی. آره یادمه. اون شبم کلی حرف داشتم که نمیتونستم بهت بگم. امشبم هست. آره، همون عمری که من نمیشناسمش. این عمری که پیشم نشسته کدومه؟ هر دوش. لیلا من عمر الان نه. امشب نه. انگار امشب تو دنیا به غیر از ما دوتا کسی نیست. نمیخوام خراب شه. برای اینکه گذشتت رو تعریف کنی کلی وقت داریم عمر. باید جواب تک تک اشکایی که ریختم رو پس بدی. عجله نکن.
خدا خیرت بده. دیوونه زیاده. خیلی قاطی داره. کاش دخالت نمی کردی. همدیگه رو میشناسی؟ موضوع من و اون یه چیز دیگه است. تو نگران نباش. بازم ممنونم. شب بخیر. خواهش میکنم آبجی. تو هم سعی کن از این اراذل فاصله بگیری. شب بخیر. گرماش خیلی مطبوعه. بیرون خیلی سردم شده بود. یخ زدم. گفتم که سردت میشه خانوم. اما چون عشق من لجبازه حرف گوش نمیکنه. دیدی؟ یه هفته شد اما هنوز عقد محضری نکردن. امروز میرم با قریشا حرف میزنم. آی خلیل میشنوی چی میگم؟ بابا مادر شنیدم دیگه. مگه تو نبودی که انگار داری پسر زن میدی؟ دخترتو بی حساب کتاب شوهر میدادی. دخترت داشت دیوار سوراخ میکرد بره خونه شوهر. خودشو بی ارزش کرد. الانم رو نداریم بریم بگیم اخ چی شد. حالا بشین قصه بخور. نگه تو خیلی بهتری؟ فکر کردی نمیدونم چون اون دکتر رفته اینطوری میکنی؟ ول کن پسرم. اون چی بود؟ آخه اون دختر به تو که خانیم میاد. خیلی میومد مادر. آخ وای خاک به سرم. به دختر مردم حرف نزن. سر تو کارت باشه. ما از هم دیگه دست بر نمیداریم دجله. منتظرم باش. بیا تو. صبح بخیر. صبح بخیر دیار، چطوری؟ خیلی هیجان زدم. اولین باره میخوام مهمونی بگیرم اما نمیدونم چی بپوشم. تو واسه مهمونی دست پاچه شدی یا واسه اون پسره؟ حالا بگو ببینم اونم میاد یا نه؟ میاد. وای خیلی خوبه. دلم میخواد بدونم کی دل این خوشگل خانمو دزدیده. زن داداش میشه از مامانم اجازه بگیری بریم بازار لباس و کفش بخریم؟ حتما. صبر کنی اون با من. باشه. لیلا، امشب دوباره تو خونه جنگلی بمونیم؟ باید درباره یه چیزایی با هم حرف بزنیم. میدونم عزیزم، نگران نباش. چیو میدونی؟ خانوادت منو قبول نمی کنن. اما من هیچ مشکلی ندارم. قول میدم. مطمئن باش اینقدرام راحت نیست برای هر دومون. بدونم دوستم داری بسمه.
به کارات برس عزیزم، عجله نکن. منم تو بازار میچرخم و سرگرم میشم. خدافظ عزیزم. جیلان بیا دیگه، چایت سرد شد. نمیخورم. چته دختر؟ چرا قیافه گرفتی؟ چیزی نیست، ولم کن. برای چی اینطوری میکنی اول صبحی؟ فکر میکنی همیشه فقط تویی که حوصله نداری؟ امروز منم بی حوصله‌ام. هی دختر، منو نگاه کن. این اداها چیه در میاری؟ من مادرتم، بی تربیت. آره متاسفانه. لعنت به این زندگی. خیلی خوب باشه داداش عمر، دیر نکنی یا میبوسمت. خداحافظ. چی شد؟ گفت میاد دیگه. مگه میشه نیاد؟ زن تو داشت تولدمه. خانم دکتر، شما که داشتی میرفتی. نرفتم عزیزم. وای خیلی خوشحال شدم خانم دکتر. بذارید دیار رو بهتون معرفی کنم. دیار خواهر شوهرمه. جدی؟ خوشبختم، لیلا هستم. منم خوشبختم. شما دکتر هستی؟ بله. چه خوب. امشب تولد 18 سالگیمه. برای اولین بار مهمونی گرفتم. شما هم بیاین، خیلی خوش میگذره. باشه. ساعت چند؟ کجا؟ الو، چیه دختر؟ داداش یه خبر خوب دارم. مژدگونی میخوام. خانم دکتر نرفته. چی؟ نرفته؟ ای خدا شکرت، تازه الان شدی خواهرم. الان شدی خواهر خوبم. دوستت دارم آبجی. داداش گوش کن، شاید امشب ببینمش. اگه اومد بهت خبر میدم، بهت آدرس میدم، تو هم پاشو بیا. باشه؟ نه شاید اینا نگو، قطعیش کن. باشه. آفرین خواهر خوبم. رستم بیا اینجا، دست خانتو ببوس. عیده. تلفن جیلان خانم قربان. ای والله احمد، ممنون. مامان هر کاری گفتی کردم، ولی انگار داره جواب میده. ایشالله که بینا سفره دلش رو باز میکنه همین روزا. حالا صبر کن، امشب مهمونی تولد دیاره، همه میرن. به اون نگفتن که بیاد. منم با خودم فکر کردم که بهتره که منم نرم، بهتره که اینجا بشینم از زیر زبونش حرف بکشم برو. حالا دختر مگه روز قحطیه؟ حالا یه روز باهاش حرف میزنی. فعلا حواست به شوهرت باشه. این مسئله مهمتره مامان. تا اون دجله رو سر جاش نشونم آروم نمیگیرم. باشه اونو سر جاش بشونم. ما حواست باشه که شوهرت از دستت نپره. اگه قدیر نخودتت سر و کله زدن با دجله آخه چه فایده ای داره؟ برای چی منو نخواد؟ فقط یکم عصبانی شد، همین. من دلشو به دست میارم، نگران نباش. حالا فعلا باید برم. خداحافظ. حالا اگه بگم شوهرت دنبال یکی دیگه است که حسابی قاطی میکنه و شوهره رو فراری میده.
میخوام قریشا رو ببینم. بفرمایید. خانم آقا بالان. بگیم بیاد پایین. انشالله که خیر فیدان. میخواستم خوش آمد بگم اما میبینم برای مهمونی نیومدی، اومدی دعوا. هنوز دخترم عقد محضری نکردین قریشا. صبر داشته باش فیدان، عقدش میکنیم. بذار خودمونو جمع جور کنیم، هنوز وقت نکردیم. من به حرف شما اعتماد ندارم، برای همین نمیتونم صبر کنم بگم اگه گفتن حتما میکنن. فیدان هرچی میخوام بگم فامیلیم چیزی نگم، اما تو هی میخوای زهرتو بریزی. حواست باشه تو زهری که میریزی خفه نشی. اون زهر رو شماها 20 سال پیش به خوردم دادین. به شماها نریزم به کی بریزم؟ هان؟ ببین فیدان، واسه این که این دعواها تموم بشه بچه هامون عروسی کردن. انصاف داشته باش، بس دیگه تمومش کن. فردا پس فردا میخوای نوه‌دار بشی. دیگه اینقدر خودتو بقیه رو آزار نده. فراموش کن، تمومش کن. فراموش کنم؟ آره، وقتی بمیرم فراموش میکنم قریشا. وقتی بمیرم